سلام دوستان، اگر که میبینید الان با این حالت و با ماسک در خانه پریسا جان دارم برای شما پست میذارم، دلیلش اینه که خیلی این آی جی تی وی برام مهمه. هی میام نزدیکتر، احساس میکنم شما نمیشنوین صدامو. ببینید دوستان، من خیلی خیلی تاکید میکنم، یعنی خیلی مهمه غیر از معرفی کردن کتاب، فیلم های خوب و خوندن شعرها و خوب برای شما، آدم نباید همیشه سانسور کنه همه چیز رو. گاهی باید به اشتراک بذاره با دیگران. من پدرم 2.5 سال پیش سر یک موضوعی به من گفت که این رو با دیگران به اشتراک بذار و کاش این کار رو کرده بودم. در انتخاب پزشکتون میدونم پیشرفت کرده همه چیز، میدونم همتون تحقیق زیاد میکنید، همه اینها رو میدونم، ولی در انتخاب پزشکتون برای هر موردی که هست خیلی زیاد تحقیق بکنید، از آدم هایی که پیششون رفتن سوال بکنید، بگردید، یعنی نمیدونم هر جوری که میتونید تحقیق کنید، چون ما به همان اندازه که پزشکانی داریم که من تمام قد جلوشون میستم، افتخار میکنم که ایرانی هستن، چه در ایران چه در خارج از ایران، به همون اندازه امیدوارم خیلی کمتر باشن. پزشکانی داریم بی وجدان که فقط به فکر پول و منافع هستن و نه سلامتی بیمارشون، که متاسفانه من 2 بار به این موضوع دچار شدم. یکیش الانه که الان البته بعد از نزدیک به 1 ماهه که خودم رو جمع جور کردم و سعی کردم که این موضوع رو با شما حتما مطرح بکنم. وایم نستم اینجا فقط واسه شما سر بره، به هر حال یه ذره راه برم. ببینید دندانهای عقل من نهفته هستن و اینکه سالها پیش دکتر خیلی خیلی خوبی به من گفتن که نکشیدنش، چون خیلی با اعصاب‌ها درگیره، از کشیدنش بهتره و اینکه من رهاش کردم، اما هر چند ماه 1 بار درد میگرفت و این بار خیلی درد داشت و پدر گفت بهتره که جراحیشون بکنیم، که نکردم، تازه جراحی نکردم، به روز افتادم الان میگم بهتون. ببینید دوستان، من این تحقیقات و اینا به کنار، عزیزی به ما که من هم براش عزیزم، یعنی دکتری که به ما معرفی کرد، متخصص فک و صورتی که به ما معرفی کرد، قطعا ایشون میخواست که بهترین رو به ما معرفی بکنه، اما متاسفانه از اون آدم هایی بود این متخصص مثلا فک و صورت که نه تنها تمام قد نباید جلوشون ایستاد، که باید فرار کرد ازشون، چون بیشتر به جلاد میمانند اینا. یعنی ایشون اسمشون حمید رضا عظیمیه، مطبشون در گلشهر جردن بود. من و پدرم و یکی از همراهانمون به اونجا مراجعه کردیم. یک عکس اوپیجی از ما خواستن که البته من گفتم حتما بعدا عکس رنگی هم میخوان، چون در اوپیجی خیلی دیده نمیشه که چقدر با عصب درگیره. ایشون یه نگاه به اوپیجی کردن، من رو معاینه کردن، خیلی با اعتماد به نفس گفتن که ایشون دچار اسپاسم شدید هیچ ربطی به دندون عقلشون نداره، احتمالا موقع خواب دندونهاشون روی هم به شدت فشار میدن، که من این کار رو فکر نمی کنم انجام میدم. گفتم شاید هم حالا جدیدن انجام میدم، نمیدونم. گفتم خیلی واجبه همین الان بوتاکسی که به زیر چروک چشم و پیشونی و اینا میزنن که چروکاش بره، بوتاکس باید همین الان، همین رو ضروری تزریق بشه به داخل فک ایشون. هیچی. و این که خب ما هم گفتیم ایشون متخصص فک و صورت و همه اینها هستن که بله، ما چشم ایشون به داخل فک من، جاهایی که دندون عقلمه، شروع کردم به تزریق و همینجوری میگفتیم اومدن و پدر من تاکید کرد که من 2 روز دیگه
دخترم رو برای یک مصاحبه جلوی دوربین احتیاج دارم. گفتن هیچ تغییری در صورت ایشون و تکلم ایشون به وجود نمیاد. من حتی قبلش ببخشید به یک دکتر دیگه هم زنگ زدم چون ترسیده بودم، چون بوتاکس سامه، من ترسیده بودم، من زنگ زدم و گفتن این کار انجام میشه و نگاهی که اسفاس شدیده اما دوز درست، جای درست، اندازه درست. خب ما گفتیم که پس انجام میشه این کار دیگه. ایشون اینجاها رو که تجربه کردن هیچی، همجوری میادن از تو جلو گفتم خدای من دانون سمت راستم این کجاها رو داره حتما یه چیزی میدونه که داره تزریق میکنه. یه دونم از اینجا کردن تو استخون فک من، بعد میگفتن گردنت هم کم کم درد میگیره و گردنت هم باید تزریق بکنی که دیگه اینجا من گفتن نه کافیه مرسی. ما آمدیم خونه اون روزی که معلوم نشد. 2 روز بعد صورت من کج افتاد. وقتی دوستان دارم میگم کج افتاد یعنی به صورت فلج، یعنی وقتی من دستم برمیدارم این دهن کجه و ببخشید من اصلا دوست ندارم که کسی اینجوری صدام بشنوه. من اصولا برای شما کتاب میخونم، اصولا فیلم معرفی میکنم و خوشم نمیاد کسی نه قیافم این شکلی ببینه نه اینکه صدامو این شکلی بشنوه اون شکلی. این شکلی هم البته زیاد زیبا نیست. اما خب من پیش دکتر محترم میرفتم و ما با ایشون با مطب اون دکتر تماس گرفتیم، منشیشون برداشتن، گفتم این اتفاق افتاده. اون خانم دکتر محترم هم داشتن میشنیدن، متخصص هم بودن. منشیشون گفت ای وای با همین لحنه دیدین خانم جازانی ابروی یکی میفته بالا ابروی یکی میره پایین؟ من و خانم دکتره به هم نگاه کردیم گفتیم ابرو؟ گفتم خانم دارم راجع فک هم صحبت میکنم. فک اومدم پیش دکتر عظیمی برای فک و ایشون با تاکس تزریق کردم به فک من. یا بله تشریف بیاریم اون براتون هم ما تزریق بکنیم. یعنی کدام دیوانه ای میره اون برای فکش هم بزنه بده فلج کنن؟ بعد مادر من از اون بر تحقیق کرد. خیلی از آدم هایی که این کار اشتباه روشون انجام شده از شدت اعصاب، چون این سم به یه سری سلسله اعصاب دیگه مربوط میشه، اعصاب‌های دیگه مربوط میشه، دچار بیماری بلز شدن. خود بلز بیماری خطرناکیه دوستان. من 2 سال پیش یک دکتری من دچار دوبینی کرد. حالا شما خیلی بگید بدشانسید، خیلی من دکترهایی هم رفتم که خیلی خوب روی من جراحی اگر بوده که جراحی سختی هم من یه بار گذروندم بی‌نظیر بودن از اونهایی که باید تمام قد جلوشون ایستاد. اما دکتری چشم من مشکل داشت و چشم من رو بدتر دچار دوبینی کرد، یعنی یک چشم سالم رو دچار دوبینی کرد. شکایت اگر بگید بکن، ما شکایت کردیم، حوصله‌شو سر میخورد رو. ببین شکایت کردیم دوستان 2 سال و نیم پیش. من به شما هیچی نگفتم، عینک آفتابی میزدم، چشمم بامپیچی بود، میرفتم رو پشتمون که نگین چرا عینک آفتابی زده و براتون پست میذاشتم، جواب پستاتون رو به چشمی میدادم. اما پدر من شکایت کرد از اون دکتر و بسیار پیشو گرفت. 1000 بار میفرستادتون پزشکی قانونی، بعد نظام پزشکی، بعد دادگاه، بعد با اون حالتون پیوند برید بیاید، بعد پول داشته باشید وکیل بگیرید، بعد حالا ایشون وکیلش رو میفرسته، بعد 1 سال خورده طول میکشه. آخرش چی میشه؟ تازه ما رو میشناختن، همه اینها بود. پدر منم هیچ پولی میگفت پول اون آدم حرامه و نمیخواست و چی شد؟ یه توبیخی چیزی نمیدونم تو پرونده ایشون رفت و ایشون سر کارشون هستن. پس ما تجربه این که بریم شکایت بکنیم رو هم داریم. برای همین بعد یه آقایی یه دفعه بی ربط به من واتساپ دادن که من همین
دکتر حمیدرضا عظیمی هستم. اون